به نام یاد خدا. هر سلام و خسته نباشید خدمت کل شما هموطنان عزیز، بینندگان دوست داشتنی. روز همگیشون بخیر. آرزوی سلامتی و جانجاری به کلیشون دارم. آرزو می‌کنم که حال دلشون عالی باشه عزیزا. در قسمتی از یک کره خاکی هستن، یک زندگی خوب خوش آرام داشته باشین. خیلی خوشم عزیزا در ویلاگ امروز ما شما رو خوش آمدید میگیم. یک دنیا سپاس و تشکر از اینکه کامنت های قشنگ میلین، ویدیوهای ما رو لایک می‌کنین، ما رو حمایت می‌کنین. یک دنیا ممنون. سلام علیکم. هموطنای نازنین سلام درود، وقت همگیشون بخیر، خسته نباشین، خدا کنه کلگی شما جای رو تر صحتمند و تندرست باشید دیگه. از تشکر از اینکه همراه از ما هستین دیگه. بسیار زیاد خوشم دیدن در ویدیوی امروزی از ما. سلام علیکم دنی. بگی سلام. سلام دوستا شاید از او. آره هموطن عزیز، ویدیو نزمو امروز ما بیرون بودم. اما کابه سنا هم وسایل مسائل کٹ کده برادر جان عزیز. سکول ده تاک ده که کالامالار قد دیگه میگم خیریتی میگه که مهاجر برکیدویه و خیلی عزیزام از ما سوال داده که وضعیت پاکستان چه خبره. دوستای عزیز همونطوری که شما در جریان صفحات مجازی خبر دارین که پاکستان در شب و روزا خیلی افغانیان میگیره و دیپورت به طرف افغانستان. دمی سایه از آرشتوانم که ما هستیم مایه پولیسا گاه مایه و نفرها رو میگیره. همونطور از تبال داخل خانه نمده ازا، ولی از بله سرک از کوچه از اونجا که خلاصه در طوری پولیس بخریم میگیره مبره دیپورت منه دیگه. حالا ما نمیدونیم که وضعیت تا کی رقمی ادامه خواد داشته شه و چه تعداد نفرها رو میکشه، چه تعداد از ما ممنیم دیگه معلوم نیست. اما دیگه گپ است که میگه امروز سوانم فهمم از خانه مایم مبره شناخت کارت سوال نه و اسناد سوال نه، مدارک سوال نه، از خانه ده خانه میشه دیگه. از او خاطر امروز من قراره که دوستای عزیز اینمی وسایلا رو جمع کنی آماده بله بخاطر اگر خانه به خانه شروع شد خلاصه در سر کوچه از ما که باید دیگه ما هم دیگه حرکت وسایلای پشت کد ما رو ممکن رفیق ما آماده ایم دیگه پیش نه دیگه مزختر وسایلای رو جمع کنی آماده کنی، وسایل رو جمع کنی آماده بلین و اینا میتونه آماده باشه دیگه. اگر تلاش چه خانه به خانه شد در خانه آمدن کن مبرر رایینه دیگه. اگر نشد و نشد ممنیم چیزی که خیر باشه از همیشه چیزی که قسمت ما باشه. خب مهاجرت سخته دیگه فعلا استریم و خب دلیر مثلا در بیرون اونجا گشتشته نمیتونیم، سونی کاروبار رفته نمیتونیم، همینطور فقط دمی خانه ایم خیلی کم که ماریم بیرون یک سودا مودا میریم دیگه. پس می خانه سنام که خیلی دیخ شده خانه بخی خسته شده دیش خسته کن شده خانه از پیش خوب بود در کوچه اونجا بور میکردیم و برد پارک مارک یعنی چند روز میشه دیگه از خانه بور نمونیم. سنا بیا بچه منجی بیا بچه منجی بشی بیا بچه صدقه دختر خشم چاکی تو با چاکی اوکی خماده کالاها رو جمع کنم دیگه. بردم نمیتونی اگر کالاها بود خواست خدا بود رفتیم ماری نبود پس همینجا هستم. الان سایز خب مو وسایل خانه هست، وسایل خانه دیگه خب برده نمیشه. در دمی دیست فقط اون کالامالایی که امونا رو فقط آماده بلیم که امونا فقط ما برده میشه یک دیسکال احیانا اگه بگیره، اگه نگره که نگره دیگه. هوا هم خیلی گرم شده اتفاقا نزدا دیگه. ما سخاطر میزیم مهاجر بگیر یکو پانکم کم نگرفتیم، معلوم نیم که برک یک زمان پسا و بعد وسایل جاگه دم هم نه دیگه. هوا هم خیلی گرم در حساب لالیگاه. سنا بیا بچه منجی بیا فا مدت کار دارم. چرا پس رفتی؟ اون کالاهای جمع تو کالاهای جمع نه؟ اون کالا دست دارم کالاهای جاگه نه یعنی هر چیز دیگه. عزیزا خیلی زیاد تشکر رمزی حمایت های همگی شما عزیزا و خصوصا نمی آهنگ پری جاغری را که شما دوستا واقعا حمایت کردین. دست شما درد نکنه، سلامت باشین، لطف کردین دیگه. کامنت هایش من خواندم واقعا انرژی گرفتم، واقعا خیلی کامنت های قشنگ نوشته دادین، کامنت های با ارزش، پیام های خوب دادین. واقعا دست شما درد نکنه عزیزان. این تشویق ها و حمایت های شما که ما کوشش می‌کنیم روز
خوبتر باشیم، بهتر باشیم و تلاش ببریم که آهنگای قشنگتر را تقدیمشون کنیم و از ما زیادتر دوست دارم که آهنگای شاد تقدیمشون کنیم، بخاطر که بیننده های ما تقریبا 90%ش می دوستایی که بیرون از افغانستانه، پس اونا مهاجرن، اونا آهنگای شاد خوبه، دقیقا 5 دقیقه ما بتونیم غصه را زیر زاد دور کنیم، اونا شاد کنیم، خیلی خوشحال میشیم. باز آهنگای آرام دیگه از و چی بخوای چی نخوای گوش کنید دیگه غمگین نبیز. ما و شما افغانیا در 4 دور دنیا خلاصه بدبختی از کشور آواره دوری بیز و دیقی قدزو آهنگای آرام و غریبی بایبت دیخ میشه زختی از او خاطر آهنگای شاد اجرا کنیم دیگه. انشالله اگر مور بور نکد در ماهای آینده، هفته های آینده اگر بازم در هزار تاون بودیم، شاید اگر آهنگی بسیار شاد دیگرم تقدیمش مو دوستا کنیم، اگر امیت جانانه حمایت کردیم که انشالله ویدیوی امزی آهنگ بال بره که مو تشویق شیم بلده آهنگای بعدی انشالله آمادگی بگیریم. سلام شما، تو چند جوره کالا داری؟ تو چند دونه کالا داری؟ 3 دونه؟ بگی 3 دونه. دیق نشته؟ دیق نشته؟ پارک موری؟ پارک موری؟ خوب چادر درسته دیگه چه؟ سو مرستون وچ اینه خوبه که رابه خوستونی خوبه آبه جست چادر درست نشته؟ بابا کده؟ بیا با سر پیش بیا. یا بیننده عزیز یک دانش چینل یوتیوب خوارس ماجانم جورد کرد در ایران هن، البته همراه شوهر خوب همراه باجم یک چینل یوتیوب جورد کردن، فعالیت دارم اونجا ویلاگ میلاگ میگیرن از ایران، جای دیدنی ایران دیگه. از نام چینلش امین و مادر مهدی جانش تا خلاصه امین و مادر مهدی جان نامشه. من در کامنت اول نظمی ویدیو پین منم لینک چینلش رضا اون مور خواهش می‌کنم که حتما برین سیر کنم ویدیوهایش را، حتما چینلش سابسکرایب کین، کامنت های قشنگ بلین. ما مطمئن هستم شما از حمایت می‌کنین، بخاطر که همیشه کل یوتیوبرها جانانه حمایت کردین و ان شاء الله کمینا رو حمایت کنین تا اینا تشویقش نه خیر یک برنامه خوب جور کنه و تقدیمش میکنه. و خیلی از سوال داد که چطور در توی عادله نمورین شما کی مورین نمورین. از ما در تماس هستیم، عادله جان هم نامزد شد به خیلی عروسی منه و نامزدش هم بسیار یک بچه خوب است، بسیار خانواده خوبه، خانه خصوص فامیلای خوب میسانایی رو بشن دیگه. ما از بسیار دوست داشتیم، خوشحال بودیم که ما رفتیم در عروسی عادله ما بودیم، ولی چه کنیم که از رفت و برگشت خیلی سخت از اولا که خب شرایط راه خیلی خرابه که بریم تا دوباره برگردیم اینجا خیلی خرابه و دومن که هزینه خیلی بالای دوست است. بس همون هزینه خیلی سخته که ما بریم در عروسی پس بریم دیگه. زنگ زدیم گفتیم که شما ان شاء الله عروسی رو بگیرین چون تیم است، خدا شکر تیم آبیم مرتضی از ما کلگی هست دیگه. گفتم عروسی رو بگیرین ان شاء الله که خوشبخت چنار دوشی به پای هم پیرشونه به امید خدا خیره که مونیم ان شاء الله ویدیوهاش سیلی میتونه از دور بیننده هسته. گشن آبیم خیلی دیگه شد شما باید باشین ده توی، ولی چیز کنیم که از دور دیگه رفتن همش سخته، مشکلات های اختیره. اون دیگه دوستا عادله جان شیرینی شده، نامزد شده دیگه و زودی دیگه تویش هم هسته که و مو بیلیخ گرفته دیگه موری و گفت خیلی چند در بیلیم که سو چیزه در یک مهاجر بگیرم معلوم شاید نون بایی دیگه وقت اونجا اجالت داره دیگه تویش هم دنجی زودی هست دیگه. کم کم دزی وقتا کسی خرید منن میشه خریداش که تکمیل شد دیگه بخیر عروسی شه. آره انشالله. خب خلاص شد؟ یک دن دیسکال قیم داره مود سایز دینه نه؟ این یک دن دیسکال هم بیخ یک دن دیسکال پاس باشه. خب بیننده های عزیز، خب لوازم از ما یک چند جور کالای بین امزی اشتیم دیگه. لوازم که قدر دیگه خانه دیگه وسایل است، خب اونایش دیگه معلوم نیست چه رقم میشه دیگه. تشکر که همیشه قزما هستن عزیزا
ما حمایت منین، انشالله که شما هم جور باشین. دیگه ای بود ویلاگ امروز ما. تا ویلاگ های بعدی یا الله و یا نصیب که ما از کجا ثبت دیگه معلوم نیست. شما رو به الله به نیاز میسپاریم. شب و روزشون بخیر. خدا حافظ.